یلدا شب‌نشینی خانوادگی تاریخی. یلدا به معنای زایش، زادروز و تولد است. ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید روزها بلندتر می‌شوند و تابش نور ایزدی افزونی می‌یابد. آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می‌خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می‌کردند و از این رو به 10مین ماه سال دی می‌گفتند که ماه تولد خورشید بود. شب یلدا یا شب چله بلندترین شب سال در نیمکره شمالی زمین است. این شب به زمان بین غروب آفتاب از 30 آذر یا همان آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در اول ماه دی یا همان نخستین روز زمستان اطلاق می شود. این شب در نیمکره شمالی با انقلاب زمستانی مصادف است و به همین دلیل از آن زمان به بعد طول روز بیشتر و طول شب کوتاه‌تر می شود. مراسم شب یلدا، شب چله، از طریق ایران به قلمرو رومیان راه یافت و جشن ساتورن خوانده می شد. یلدا و جشن‌هایی که در این شب برگزار می شود یک سنت باستانی است. مردم روزگاران دور و گذشته که کشاورزی بنیان زندگی آنان را تشکیل میداد و در طول سال با سپری شدن فصلها و تضادهای طبیعی فوی داشتند، و اثر تجربه و گذشت زمان توانستند کارها و فعالیت‌های خود را با گردش خورشید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز و شب و جهت و حرکت ستارگان تنظیم کنند. آنان ملاحظه می‌کردند که در بعضی ایام و فصول روزها بسیار بلند می‌شود و در نتیجه در آن روزها از روشنی و نور خورشید بیشتر می‌توانستند استفاده کنند. این اعتقاد پدید آمد که نور و روشنایی و تابش خورشید نماد نیک و موافق بوده و با ظلمت و تاریکی شب در نبرد و کشمکشند. مردم دوران باستان و از جمله اقوام آریایی از هند و ایران هند و اروپایی دریافتند که کوتاه‌ترین روزها آخرین روز پاییز و شب اول زمستان است و بلافاصله پس از آن روزها به تدریج بلندتر و شبها کوتاه‌تر می‌شوند. از همین رو آن را شب زایش خورشید نامیده و آن را آغاز سال قرار دادند. شب چله، چه روز از زمستان که آغاز آن برابر است با اول جدی و 7 دی ماه جلالی و 22 دسامبر فرنگی و پایانش برابر است با 16 بهمن ماه جلالی و 30 ژانویه فرنگی که به آن چله بزرگ زمستان گویند. چله کوچک 20 روز از فصل زمستان که آغاز آن از 17 بهمن ماه جلالی شروع می شود و در 5 اسفند ماه پایان می یابد. چله زمستان همان چله بزرگ است و گاه در تداول عامه کنایه از سرمایه سخت می باشد. چله زمستون. سفره شب یلدا مجد نام داشت و شامل میوه‌های تر و خشک و آجیل که از لوازم این جشن و ولیمه بود و به افتخار مهر یا خورشید برگزار می‌شد. در آثار الباقی ابوریحان بیرونی صفحه 255 از روز اول دی ماه با عنوان خور نیز یاد شده است و در قانون مسعودی نسخه موزه بریتانیا در لندن خورروز ثبت شده است. اگرچه در برخی منابع دیگر خرمروز نیز نامیده شده است، در برهان قاطع ذیل واژه یلدا چنین آمده است: یلدا شب اول زمستان و شب آخر پاییز است که اول جدی و آخر قوس می باشد و آن درازترین شبها در تمام سال است. در آن شب یا نزدیک به آن شب
آفتاب به برج جدی تحویل داده می شود و گویند آن شب به غایت شوم و نامبارک می باشد و بعضی گفتند شب یلدا 11 جدی است. فردوسی به اسناد منابع خود یلدا و خوروز را به هوشنگ از شاهان پیشدادی ایران کیانیان که از سیستان پارس برخاسته بودند نسبت داده و در این زمینه جمله زیل را گفته است: ما را ز دین بهی ننگ نیست، به گیتی به از دین هوشنگ نیست. همه راه داد است و آیین مهر، نظر کردن اندر شمار سپهر. روز پس از شب یلدا 1 دی ماه را خوروز، روز خورشید و دیگان می‌خوانند و به استراحت می‌پردازند و تعطیل عمومی بوده. خوشم اینقدر خوشم زبون ازش قاصره، ساقیا کاری کن امشب و یادم نره. باده از نو بده هنوز حواسم به جاست، اختیار دلم ساقی به دست شماست. مستم کن جامو ببر بالا، بزن به دست ما. می پرستم کن تو عالم مستی، امشب شب یلداست. مستم کن جامو ببر بالا، بزن به دست ما. می پرستم کن تو عالم مستی، امشب شب یلداست. میزنم می پشت هم پیمونه، امشب و جا خوش کنم تو کنج میخونه. بی خیال قصه ها با می خوش و مستم، انگاری امشب یکی غیر از خودم هستم. لبریز کن جام را هم پایه ساقی منم، باده اگه یاری کنه تا صبح هم می میزنم. لبریز کن جام را هم پایه ساقی منم، باده اگه یاری کنه تا صبح هم می میزنم، تا صبح هم می میزنم. خوشم اینقدر خوشم زبون ازش قاصره، ساقیا کاری کن امشب و یادم نره. باده از نو بده هنوز حواسم به جاست، اختیار دلم ساقی به دست شماست. مستم دلی رو زیر پا گذاشتی که قبل تا شکستگی داشت. حال من عاشق به کی به جز تو بستگی داشت. تهش واسه من و تو چی داشت؟ یه گوش از تمام دنیا تو قلب تو برای من بود. کفر ولی میگم چشای تو خدای من بود، شروعت انتهای من بود. عشقم این روزا هوای تو هوا بد کرده، یکی برات دوباره تب کرده. باور کن عشقم، باور کن که باورم نمیشه تنهایی. میبینم هنوزم این جایی، باور کن.
تنگ